آقای دکتر بدان امارات آقای دکتر چی واقع شدن دو؟ خانه ملاقصرم رو ترک کردند کودکان دیگه برای درس قرآن به آنجا رفته بودند همه‌شان در درونند آقای دکتر تو چی ها میگویی الدا بیا رفتیم زودتر رفتیم آقای دکتر Buraya ایستا دکتر در آن پیشنی دوزخه ایستا بچه ها دارم دکتر دارم خدا Abdullah جایی عبدالله میگانه بچه زودتر یوری کدر رو گیره کدر رو داره ارشاد کنه آزا یوری دیلا زخمی ها زیادن یک طرفی کافشایه آیسته برداری آیسته بردار من مادرم را پدرم را بسیار دوست می دارم من مادرم را یک دقیقه به بیرون برو بخیر است آقای داوود پسرم امروز بچه ها را جواب ده برای چی آقای داوود چی واقعه در دهه شما خانه ای رو که در آن کودکان بودن ترک کردند چی ها میگوید آقای داوود تلفات جانی هم هست به خدا میگن احوالشون خیلی بد است یک نفر هلاک شده دیگران زخمی شدند بطن در دهه سنفی کودکان قرآن خود را ترک کردند یک کودک مرده دیگرانشان زخمی شدند من به دهه میروم یلماز با دقت باش خیلی جا بیا سرده بگویم فکر کردید که از من با آسانی خلاص می شوید؟ مرا در نزد مردم شرمنده کردی همش از بینیت می برارم فهمیدی؟ از بینیت می برارم بره دورم سرده نبین خیلی راه بره دورم بره یاریدی دیامنی ترانی açağımın diyamını خدا خودش تو را نجات داده از وقتا ki خدا شفا دهد
کنی بیا پدر و مادرت رو دیدن میخواهند. ایست داخل، شما هم از خواطر نشوید. دکتر همش رو تمام میکند. انا خودش برآمد. انا ببینید. خدا شما راضی باشد آقای دکتر. از شما هم خدا راضی باشد. از شما هم آقای دکتر. یک دقیقه خاطر از دوی دکتر نگیرید. کنی یک طرف ایستید. خواطر نشوید. انشالله همه اشون صحت میشود. ادا کنی اینها رو پراکنده کن. برای نجات کودکان شما تلاش میکنند. خواطر نشوید. همه اشون صحت میشود. یک طرف ایستید. رئیس پدر و مادر پسرکی هلاک شده در چه حال میشدن؟ بیچاره ها ناله و فیغان دارن. ها انشالله دیگر یگان کودک نمیمورد. تو چی ها میگویی؟ کنی راه کن؟ گپ های نقصه دار یک طرف گذار. دهانت شمال برد. اکنون چی کار میکنی طاهر؟ اول 4 نفر کودکان خیلی وزین است. در بین آنها عمر هم است. عمر به من امانتی یلمز است. اگر با او یگان چیز شود من چی کار میکنم؟ زینب در چنین احوال فکری رفتن را کردن میتوانم. خاموش اکنی خود صدایت رو نبرا. روید به من دست نرسونید. چه خیلکه از این پس تو زنی من میشوی. پدرت رو به من بخشید. اگر شما چی ها میگوید این خشتانش ممکن نیست. به خدا پدرت رو به من بخشید میگویم. سعدیهت من را سعدیهت. کنی پیسرم نوش زود شفا میابی. کنی نوش پیسرم نوش صحت میشوی. شما چی کار میکنی؟ این رویت طبیب زن داد. پدر شما به طاهر باور نکرده باز از دیگران هم کمک میجوید. این چیز میتواند حیاتی بیمار را در خطر گذارد. شاید برای همین داروهای گذرانده هم و دمیر تأثیر نمیکند. آخر من از کجا دانم؟ فکر کردم که فایدهش میکند. پدر برات رو یابم گفته قریب دمیر رو میکشتید. چی من برقصد کردم ها؟ آخر خودت میدونی که من یک درد دارم. آن هم برات است. یک طرفیست. تو این جاییست. همین که شوهرت به هوش آمد برام خبر کن. مینش آقای حامد احوالش چطور است؟ بهتر شده ایستاده است. به نزدیکی به هوش میاد زینب. چیکار کردنمون رو نمیدونیم. دست و پایمون بسته شده است. رفته هم نمیتوانیم. مادر جان چی شد آیشه؟ شما به من گفتید که به دمیر لباسای تازه برم. من بردم. خیر در راه همون چوپانی پیشی نمون هست کو اکینی هود. دخترم زودتر گپ زن. چی شده هست؟ از دستم داشت. من رو با خودش بردنی شد. ای بی ناموسی رزیل. خدایا توبه. اگر پدرت فهمد او رو میکشه. میگوید که پدرت رو به من بخشه تو زنی من میشوی. دخترم این چه گپ است؟ به خدا این بی ناموس تماما نخواست رو خورده است. حاضر با پدرت میگویم سزای او رو میدهد. چه گپ است؟ چه شده است؟ شما میدونید که چیکار کرده. دیگر آدم نیافتید که آیشه رو به نهال بخشیدید. آیزان تو چی ها میگویی؟ کدام نهاد؟ چه خیل بخشیدن؟ پدر چوپانمانی هود گفت که شما من رو به او بخشیده اید. با دختری من گپ پرتفته است. آی بیناموسی نامرد. من حاضر جزای او را میدهم. ابله. وای 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 وای. یعنی همین طور ها؟ از شاید نجم میگویم. جنابی سبا التماس مرا رها کنید. من با یلمس خونه دار شدم. تو را رها کنم ها؟ احمق.
تو رو در کوه میکشتن، من نجات دادم، تو باشی مرا شرمنده کردی. تو فکر کردی که این کارت به جزا میموند؟ اکنون خودم تو رو میکشم، صد بار این میبینی. انا بچه یلمازت هم نقشه دارم، تو خواطر نشو. انا بچه یلماز، ای یلمازت از سلط ماند. عمر چه حال دارد؟ وی زخمی شده است اما حالت خوب است. یلماز دادرم در کجاست؟ عمر چه حال دارد؟ دیلا آروم شو، کودک‌ها رو در جای دیگر معالجه کرده ایستاده‌ایم. مرا زود به نزد او ببر، بیا زودتر. آدمان سینان در دهند، اگر تو را بینند چی یلماز؟ آدمان سینان مرا به نزد عمر ببر. زودتر رفتیم. سینان بیاید. انا اینجاست، در اینجایند. پدری کودک بود سینان. خدا صبر جمیل دهد. تشکر برادر، برادران، میدانید برای چی درس قرآن را هدف قرار دادم؟ چون که دولت فهمید که این کاری خیر را من تشکیل کردم. اگر من دشمن باشم، کتاب قرآن با آنها چی ضرر رسانده است؟ اکنون فهمیدید که دشمنتان دولت است، نه اینکه من. دولت زبانتان را نمیخواهد، دینتان را نمیخواهد. هرچی به فایده شما باشد دولت نمیخواهد. باور کنید سینان راست میگوید. ببینید همان بمبای ترکیده هم مالی دولت است. بله، مگر سربازان به ده در آمده فیلوریای تشکیلات را نکشته بود؟ همه‌شان تسلیم شده بودند کو. آنها را برای چی پراندند؟ برای چی؟ در پیش چشم آنها را کشتند. همینطور نه؟ برادران، دوست را از دشمن فرق کنید. ما همه وقت برای خوبی شما جنگیده ایم. اگر ذره ناموس داشته باشید با ما همراه میشوید. بچه ها را به کوه فرستید. دینمان، ملتمان رها می‌یابد. وگرنه اینها ما را از دینمان هم جدا میکنند. راست میگوید، میآییم سینان، با خدا میآییم. سینان حق است، برای این دعوا جانمان را قربان میکنیم. بعد از غروب همتان را در خرابزار انتظار میشوم. خون این کودکی بیگناه در زمین نمیماند. کنی رفتیم شه بچه ها. دادرکم عمر جان. عمر اگر با تو حادثه روی میداد من نمیدونم چه زندگی میکردم. چشمانت رو کشو، بین اکت آمده است. اکا شماید؟ دادرکم این منم عمر جان. دادرکم من در نزدت هستم. احتیاط کن یلماز، او رو بسیار نجنبون. یلماز تو باید به اینجا نمی آمدی. وقتی که خبردار شدم طاقت کردن نتوانستم. سینان و آدم‌هاش در دهند. هنگامی با اینجا اومدنمون آنها رو در راه بخوردیم. باز نخست به اینجا نآیند. زینب راست میگوید. من نظارت میکنم. از آنها همه کار انتظار شدن ممکن. دادرکم خیر، جایش جنت شود. سینان به جنازه نمی روی؟ تو رو و من جای کودکان زخمی را نشان ده. آنها را خبر گرفتن میخواهم. راست رو انباری کوه را میبینی. کودکان در همان جا شد. میلش تو رو ینگای برفین با خلای زیلال گفتند که شما معلم شده اید. این راست است اکا؟
بله آمد جان راست است. مرا هم به مکتب برید اکا. مرا خودتون آموزانید. تو اول صحت شو بعد به مکتب هم میروی آمد جان. میلش در وقتی که این کودکان اینقدر به ما احتیاج دارن چیکار ما از اینجا میرویم؟ بله درست، اما به خاطر زنده ماندنت مجبوریم رویم. سینان کنی زود باشید. خوب شده است. سینون میوید و اینجا نزدیک میشم. از اینجا روحی برآمد نیست. یلماز به این طرف زودتر این یلماز. بابا بالایت پشت. زودتر واه 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 واه. این کودکان حیف شدند. کودکان چه حال دارند دکتر؟ تو برای چی آمدی سینان؟ من برای دیدن کودکان آمدم. خواستی نتیجه ای کارت را ببینی؟ توبه دکتر، این کار را من نکردم، تشکیلات هم نکرده است. این کاری دولت است. دولت برای چی کودکان رو میکشته است؟ باز چند بار فهمانم، دولت دشمن شماست. شما را دیدن نمیخواهد، شما را بیگانه میحسابد. همه این ناحقی ها را به شما روا میبیند. اول درسی قرآن را تشکیل کردی بدتر کندی. باز دولت گناهکار بوده است. این به کارهای تشکیلات مانند است. ما اکنون این ساختکاری هایتان را در کردیم. دیگر این نیرنگ هایتان نمیگذرد. به خدا چه به شما گویی، چه به گوش خرخانی. این دکتر آدمی دولت است. کنی از او پرسید دولت یکون کار نکرده است، به همش تشکیلات گناهکار است. البته شما هم یک روز روی حقیقی دولت را میفهمید، بعد جواب این ناحقی را از او میپرسید. در اینجا کسی بغیر از تو ناحقی نمی کند. اگر تو نباشی همه آرامانه زندگی می کند. میلش، این فکر شما البته همش معلوم می شود، سراسمش در لازم نیست. آهسته 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 آهسته. این کیست؟ اوی برادر. یک مرد دیخان در وقتی ترکیش از نزد آن خانه میگذشته است، زخم دار شد. اوی برادر، به تو میگویم. اوی برادر، مرا نمیشنوی؟ این سینان، او بیهوش است، تو را نمیشنود. خوب خدا به همشان شفا دهد. کنی راه گردید. رفتیم انا برای رها یافتنت به تو یک فرصت. دست ما را بخون آلوده نکن. خودت را کش، هم تو خلاص بشوی هم من. کنی گیر ها جونکم گیر. کنی خودت را کش. کنی تو هم آدم ساده ای ها؟ فکر کردی که از من همین طور با آسانی رها میابی؟ زنی من نشدی، اکنون مال همه مردان میشوی. تو را به یک فاحش خانه فروختم. از این پس تو بازیچه دستی پای بچه های شهر میشوی.
همین میگویی تو رو آمدن میبرند خانوم. نجم عمر جان وقتی رفتنی من هم شد. اکا مرا هم برید. مایلش همین که صحت شدی آمده تو رو هم میبرم. تو اول صحت شو مایلش. یلماز رفتیم. خاله زلال میدونم آنها به من امانت. بله. دادرم را خوب نگاه کن طاهر. خواطر نشو یلماز. زینب روزی البته به دیه بر میگردی. انشالله یلماز. بیا پسرم من تو را تو برآمدی دیه برم. بیا محمد نقطه بیرویم طاهر. راست میگویی زینب. شاید امیر به خود آمده باشد. خواهش چی میخواهید آقای رافع؟ ای ابلهی بیشرف، تو برای چی به دختر من دست دراز کردی؟ به ناموسی نامرد. به خدایت آقای رافع، با من آدم بر این گپ زنید. به خدا شما را میسوزانم. حاضر رفته به حامد میگویم که پسرت را رافع کشته است و من شاهد هستم. شما را نیست میکند. یا دخترتان را با من میدهید یا من به نزد حامد میرم. خیر شد به حامد نگوی. آیشه را به تو میدهم. این طور باشد رفته بیارید. آخر این طور نمیشود. دختر تو رو نمیخواهد. شاید زید برایت. شب در اینجا انتظار شو. او را فریب کرده میارم. بعد گرفته میبری. لیکن دانسته باشید این آخرین بار است. اگر دختر را نآورید از خودتان خفه شوید. ابله دمیر گپ زن آخر. زودتر کی بودنی برات رو گوی تا حامد حبس نشود. من آرامی ندارم. طاهر مادر جانم. طاهر او چیزی میگوید. اینجا کجاست؟ تو در نقطه طبی هستی. دکتر این منم دمیر منم. برات هستی. تو برات هستی. نه اکای دمیر چی خیل برود. او دکتر طاهر است. نه تو نمیدونی. او پسر زلال. شد اکای دمیر اکنون خاموش استید. التماس با کسی این رو نگوید. همین که سیاست شده بعد صحبت میکنیم. اما که حامد در کجایند؟ التماس اکای دمیر با پدرم نگوید. میگویم. باید گویم. اما که حامد. دمیر احوالت خوب است دمیر؟ صحت شدی؟ خدا را شکر که صحت شدی. گپ زن پسرم. کنی پسرم برات کیست؟ به من گوی. کنی گپ زن پسرم. به من فهمم که برات کیست. کنی گپ زن. پدر مجبور نکنید. باید کمی به خود بیاید. ایستو داماد ایستو صبر کن. برات کیست؟ کنی گپ زن پسرم. کنی قربانت شوم. گپ زن برات کیست؟ گوی آخر کنی گوی. دمیر و این دکتر میگوید پسرم تو این رو یک بار بین. کنی داماد با فکرم این داروها با وی فایده نمی کنند. التماس پدر شما با بیرون برایید. شما پدر به خود روید. که بودنی برات رو فهمم. رفتیم پدر. ما علش رفتیم. زورو تو هم بیا. دخترم برای چی شوهرت مرا با بیرون برآورد؟ گویا در درون من با او خلل میرسانده باشم. پدر این با فایده دمیر و دل شماست.
برای همین طور چنین کرد. یا تو آخه تو به کجا میروی؟ در نزد شوهرت نیست؟ با هوش که اومد و من خبر میدی؟ من شوهرم راستی پدر. تو برای چی به اینجا آمدی؟ ها؟ زیلول؟ یا اینکه برای دمیر را کشتن آمدی؟ از دست تو می آید. پدر کسی به دمیر ضرر نمیرساند. آخر من در همین جایم. برات را میابم. بیایید پدر. من او را میابم. با پدرت چیکار میکنیم دخترم؟ نمیدونم خالای زلال. دمیر کمی پیشتر به هوش آمد. با پدرم گفتم میخواست. خدا رو شکر که وقتی که پدرم اومدن باز از هوش رفت. اکنون چیکار میکنیم؟ شما رفتن نتوانستید. سخت میترسم. با دمیر گپ زن دخترم. گویی که به کسی سیر را نگشویم. گپ زدم. گفتم که با پدرم نگوی اما با من گوش نمی کند. زینب او را تنها گلی راضی کرده میتواند. راست میگوید خاله جان رفتیم. آیشه این رو با پدرت بر دخترم. مایلش مادر جان. ینگه نبای باید با شما گپ زنم. چی شده است؟ کسی باید نشون رفت. چی واقعی؟ رفتیم. بیایید. این ابله مرا انتظار است. من چی کار کنم؟ پدر آیشه خواطر نشو دخترم. تو را با اون احمق نمیدهم. از آنی که دخترم رو دهم خوبش رفته اون ابله رو نصب میکنم. این کار را با آخر میرسانم. ای خدا این چیز به عقل کس روز نمی آید که میدونست که دامادمون همون برات است. ای خدا چیکار میکنه؟ گویی یا کاری کنیم که این دوا فرزندانمان را بدبخت نکنم. ینگه با ما کمک میکنید همین طور نیست؟ البته کمک میکنم دخترم، کمک میکنم. علاجش رو میابیم. برفین به فکرم خواب رفته است. آخر حالا بر وقت است. برفین این دختر به کجا رفته باشد؟ آخر این را در اینجا گذاشته به کجا می رود؟ گنی بیا، وقت سفر هم رسید. آی باز یکم بیعقلی نکنی ها؟ برای تو شوهرهای زیاد یافتم. باز چی میخوایی؟ هم شاهانه زندگی میکنی و هم پول میابی. پول حس منو زدید. حس میکنم باز منو زدید. نه زدید. اما که امید در کجایم؟ ایستو آرام شو کارتان نشم دکتر. دمیر من از این کس کنید میروم. خواهش میکنم مراسم ده دمیر آرام شو و من کارتان نشم. تو چی کار کردی دمیر؟ دمیر خوب هستی دمیر؟ اما که امید در کجایم؟ در خونه. من حاضر جیغ میزنم. دا زودتر جیغ زن.
دمیر تو از یاد نشست تو بماری تو دشمنمان هستی. دمیر چی شد زهرا؟ دمیر به هوش آمد رفت آقای حامد رو جیغ زنم. ایش دخترم خالش شد دست نرسا تو دشمنمان هستی. شکر که صحت شده ای دمیر. تشکر برای صحت شدن دمیر همه کار را کردی. خدا از تو راضی باشد. یانگه گلی این برات است. خیر چی شده است؟ بگذار برات باشد. مهمش تو را نجات داد. آخر میدونید گوش کن دمیر، اگر برات بودنش را به حامد گویی حامد او را میکشد. حامد را باشد برای آدم کشیش حبس میکنند. برای همین اگر درباره برات یگان چیز گفتی تو را نمیبخشم. دانسته باش. آقای رافع دخترتون کجاست؟ زنده ماندن برای تو حرام است بیناموس. ایستید آقای رافع ایستید نپرونید. آقای رافع به شما چی شد؟ این برای هممون خوب است دمیر. دیگر چون وای 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 صحت شده ای شیر بچه من دمیر جانم. به خدا صحت شده ای. خدا را شکر که صحت شده ای. آفرین. صحت شدی دمیر؟ خوب است تو لیکن به قوت است. ینگه یک دقیقه صبر کنید ایستی. پسرم کنی به من گوی این برات کیست؟ کنی گبزم پسرم. برات؟ برات. پیش از آمدن در تلفن با من گفتی که روی افتم. گبزن و چرا با من نگاه کرده میستی؟ کنی گبزن؟ امک حامد به خاطرم نمی آید. به یاد آورده نمیتوانم. چخیل به خاطرت نمی آید؟ تاخیر خدا زنگ داده گفته که برات نیافتم. یگان چیز را به یاد آورده نمیتوانم. احمق تو با من بازی میکنی. کنی گوی برات کیست؟ مادر دمیر رفتی سرش آسیب دیده است. شاید خاطرش گم شده است. چخیل خاطرش گم شده است؟ دکتر گوش کن پسرم با فکرم تو مرا نفهم. دکتر آقا رافع با شما چی شد؟ با فکرم سکته دل شده است. مامک جون نمیدانم. یگان چیز را به یاد آورده نمیدانم. بیایید آقا التماس نرسانید. آقا آخر چی شد با شما؟ اویستا همه تون با بیرون باروید خواطر نشوید. باروید مامک السلام علیکم. سلام علیکم. اسکا او را به یکی از جایهای اندازگیریتان برده فروشید. پولاش را باشد از نام من به تشکیلات همراه کنید. خوب شد از جناب سبا. من سبام. من یگان بدی به من کرده را به جواب نمیگذارم. تو مرا در ده شرمنده کردی. من تو را در تمام دنیا شرمنده میکنم. گیره این دختر زنی من نشد. بگذار زنی مردم شود. برد او را. خواطر نشوید جناب سبا. ما کار ما را خوب میدانیم. مالش نکنید او را. دل من هونکا به چاوه من هاگر کتیا دل من هویات به چاوه من. سینا کماندان آنها آمدند. کنی خیزید
آها خوش آمدید. وای 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 خوب، خیلی خوب. برای با شما همراه شدن آمدیم سینو قماندان. بهترین کارو کردید شیر بچه ها. صفا برادران را در بین خود جا کنید. بیایید. یعنی از پس من. خیلی خوب. خوب. نقشه نو به کار آمد سینا. حاصلش خوب می نماید. ایتین کنین تلفن رو با من ده. کی باشد؟ گوش میکنم جنابی صبا. من برفین را دستگیر کردم. نوبت توست. یلماز در دهه کوجلی است. معلمی را سر کرده است. اکنون آن طرفش را خودتون بینید. مادامی که به خانه شما آمده باشد این دختر به کجا رفته؟ خاطر نشو. شاید از پسی تو او هم به دهه رفته باشد. شاید رفته باشد. پسرم سرواسی من نشو. کمی استراحت کن. خسته شده ای. سحر رفته دهه رو میبینی. کنی بیا پسرم. این بلایی به سرمون آمده رو بینیده. خوب دختر. احوالی رفیق خوب است پسرم؟ شما پدر سر بخونم. خدا را شکر که همش به خوبی انجامید. خدا را شکر که خوبند. خدا را شکر. خدا خواهد پگاه به خانه می رود. بیا تنگ رفتیم دخترم. بیا خیز دمیر رفتیم. گوش کن دمیر، تو کی به خاطرت میاری؟ دکتر خاطره او کی بر میگردد؟ با او فشار نهارید. رفتیم پدر رفتیم. مایلش رفتیم دخترم رفتیم. پسرم این دعوا ما را به چه حال آورد؟ به احوالمون نگر. جانی تو در خطر. خطیجه هم در خاک سیاه. برفین باشم نمیدونم در کجاست. چه حال داشته باشد؟ خدا این چی روز است؟ زیخ نشید مادر جان، همش میگذرد. با خواست خدا یک روز همه امان یک جا میشویم. خاموش دختر، صدایت رو نبرار. احمق. ایستو نگولی اصلا جایت نیست. نگورز بگویم ایستو. در جایت نیست بگویم. نزدیک نشوید، خودم رو میپردویم. پدر ما اومده. خاموش. برفین آمد آقای داود. نه پسرم، اگر خواهی رفته خانه رو بین، شاید برگشته است.
ایتین صفا کنید زود پراکنده شوید. آن سگ بچه را کافته یابید. زودتر باشید. زود باشید. اکنون حاجتی از دیه رفتن هم نیست مادر جان. تو باوری داری پسرم؟ حمید یک علاج کرده، از دمیر حقیقت رو میفهمد. نه مادر، نمیفهمد. اگر گوید چی؟ مادرت راست میگویند. پیش از آن که برات بودنت رو فهمند بیا از این دیه میرویم طاهر. وای وای، اینها چی ها میگویند؟ برات داماد خودم بوده است کو؟ آی بی ناموس بیشرف. آقای رفیق. امک جان چرا خیلی سری زیلا تو بوده ای ها؟ آقای رفیق قربانتون شما. خواهش میکنم با حمید نگویید. آرام شوید، با دلتان ضرر دارد. آقای رفیق آرام شوید. آرام داشتن نمیتوانه. امک جان التماس با پدرم نگویید. خاموشی استابت را گیر. تو چی تر دیده و دانسته با دشمن خونی از خاندار شدی. ما را شرمنده کردی. سرده مرا. سرده آقای حمید نگویید. امک جان دفشم. صبر کنید امک جان. صبر کنید. یک لحظه گوش کنید امک جان. شنید امک جان. التماس امک جان با پدرم نگویید. آقای رفیق سرده گفتم. التماس. با شما عصبی شدن ممکن نیست. کمی آرام شوید. دستتان را گیرید. به ناموس چی کار کرد؟ مرا ببخشید آقای رفیق، مجبور شدم که این کارو طاهر رو دار و درون میبریم. Apa John. Umar? Aka kaymıyor. Aka Yılmaz. Umar. Aka John. kaymıyor. تبت خیلی بلند است. Aka John. برفین این دختر کجا باید داده باشد؟ البته به خانه خاله زیلال رفته است. نزدیک نشوید خودم رو میپرتویم. کنی پس بینیم. کنی با اینجا بیا، بیخلی نکن. اینجا بیا. نزدیک نشوید سرده. تو چه کار کردی ها؟ اجازه جون میپرونم. کمکو کاری کردت رو دیدی؟ کنی پشت راه که رسیدیم به یگون ماشین نشسته میرویم. از برای خدا مانید بر نزدیشم خراب روم. راه گفتم پشت راه. یلماز چی شد آقای داماد؟ همسرت را دزدیدند. چی؟ او را دزدیدند؟ بله پسرم، انا این کودک بردنشان را دیده است. تو برفین را دیدی؟ ها من دیدم معلم. کنی پسرا
کار لعنتی سبا است انیق کاری است. تو چه ها میگویی پسرم؟ بزنی شب هر دور چی کار دارد؟ سبا دشمنی ماست آقای داوود. اکنون چی کار میکنی؟ چی کار میکردم؟ رفته برفین را نجات میدهم. پسرم ما را ببخشید، از ما راضی باشید آقای داوود. راضیم پسرم، راضیم. یعنی معلم شده است. البته در یک خانه درس میدادند. بیناموس. اون خانه در کجاست؟ خانه در همین نزدیکی هاست سینا. زود باشید. بتین همه جا رو نسکابید. رفتیم بچه ها از پسی من. با من گوش کنید، شما همینجا ایستید. ایتن با من بیا. حالا ای سبله و دستم یافتی. در اینجا نیست. کجا شده است؟ کجا راه گردید، با من بیایید. ابله خواهیر با من گوش کنید. رفته اون خواهین را یابید، همه جا را یک به یک از نظر گذرانید. زود باشید، او را یافته بیارید، به او بر نگردید. فهمیدید؟ روید. در اینجا نیستم. با اون طرف نگاه کن. خواب شده است. اول برفین را یافتن لازم. جزای صبر را باشد بعد میدیم. ایتن صفا راه گردید، میرویم. زودتر از پس من بیایید. اگر یکم بیعقل کنی تو راننده رو میکشم. دانسته باش. ولی پشت را مرحمت برای. السلام علیکم اکا. و علیکم. من همسرم رو تا شهر میبرید؟ البته بذارید. سلامت باشید اکا. طاهر، اما کم چند ساعت میخوابند؟ نمیدونم. دارو با هر کس هر خیل تاثیر میکند. طاهر، میدونم که تو این کارو کردن نمیخواستی، لیکن برای این کارو کردن مجبور بودی. زیق نشو. پسرم، این آدم تا کی خوب میکند؟ حتما بیدار شده. به حامد حقیقت را نقل میکند. به من گوش کنید. حالا که فرصت هست از دیها گریزی. خالای زیبا راست میگویند. کودکانی مجروح رو چطور پرتوفته میروم؟ گوش کن طاهر، فلاکت بزرگی ما رو انتظار است. اگر پدرم فهمند ما را از هم جدا کرده، تو رو میکشند. میفهمی؟ میکشند. التجا میکنم بیا هرچی زودتر از اینجا رویم. آقای طاهر زودتر بیایید. چی شد دیلو؟ عمر، احوال عمر خیلی بد است. حرارتش بلند شده است. زودتر بیایید. با عمر چی شده است طاهر؟ جراحاتش زردوب گرفته است. پس از تازه کردن زخمش دادرم صحت می شود آقای طاهر؟ زیر نشو دیلا، دادرت البته صحت می شود. خدا را شکر. السلام علیکم. خوش آمدی فؤاد. خوش باشی. چه حال دارید آقای فؤاد؟ خوبم تشکر. از واقعه ها خبر دارم. همدردیم را قبول کنید.
شما نیز همدردیم را قبول کنید خانم دیلا. تشکر آقای فؤاد. سلامتی چه خیلی است؟ یگان شکایت نداری؟ اگر خواهی یک بار تو را هم معاینه میکنم. شکر، سلامتی هم خوب است. من با عیادت کودکان آمدم. احوال عمر چه خیلی است؟ اگر خواهید او را به بیمارخانه شهر میبرم خانم دیلا. نه فؤاد، لازم نیست. عمر انشالله در مدت کوتاه به پا میخیزد. این خیلی باشد خیلی خوب. طاهر خالای زلال در نقطه تیبیاند. باید هر چیز زودتر به اونجا رویم. میرویم زینب. دیلا تو در نزدیک کودکان است داروهای عمر رو هم ده. میلش آقای طاهر. فؤاد ما باید هر چیز زودتر به نقطه تیبی رویم. تا از پس کارهایت شو طاهر. من کمی دیرتر به دیه همون برمیگردم. خیر تو بازدید. داروهای عمر رو دادنم لازم. این انگشتری در دست شما ایستد خانم لیلا. لیکن آقای فؤاد، اگر راضی شوید آن را به انگشتتان پوشید. اگر رد کنید هم بگذار در دستتان نیستد، چون که دیگر کسی نیست که این را با او دهم. بگذار در دستتان. قاتلت رو به جزا نمیمانم پسرم. اگر برات از نزدیکان یا خیش و تبراتان باشد چی؟ اکرامم باشد او را میپرانم. مبادا زحمت مردم. زنم مرد، دخترت را میخواهم. اگر گفتم رو ایزو نکنه من با همه چطور مردن پسرش را میگریم. حامد باید برات رو داند، باید او را کشد، به محبس رود. تا او به محبس نرود من از این بلا خلاصی ندارم. آقای رفیع این کار را نکنید. نروید، التماس نروید. آقای رفیع از برای خدا یک دم استقبال کنید. آقای رفیع نروید. آقای رفیع نروید. رفته است. همه چیز را نقل میکند. حامد پسرم را میکشد. بیهوده کوشش میکنی، برات رو مرده فکر کن. انشالله اما کم بیدار نمیشوند. پدر؟ من به نقطه تیبی میروم دخترم. بخیر است پدر. بیزار شدم، به خدا طاقتم تاق شد. برای چی؟ آخر دمیر را میگویم، طاقتم تاق شد. کیفیت میشده باشد. دمیر خاطرش را گم کرده است آقای حامد.
و خاطرش کی برمیگردد؟ شما اینقدر سراسیمه نشوید. بغیر از صبر کردن علاجی دیگر نداره. ما مجبور هستیم که انتظار شویم. خب فهمیدم. انتظار میشوم. کنی گوی داماد اول یکم چخیل است؟ خوب است. خواطر نشوید. بیایید گرفته او را خبر بدیم. پدر آقای حمید احمقم خوبند. میگویم که حاضر اون کس را ناراحت نکنیم. طاهر هم با کودکانی مجروح بند است. همینطور نه طاهر؟ همینطور. همین که آقای رافع بیدار شدن من آن کس را گرفته به خانه ببرم. میلش پسرم. این طور باشد ما همراه زینب به خانه میرویم. میلش رفتیم پدر. آخر امک حامد مرا مجبور میکنند که کی بودن این برات را بگویم. من چی کار کنم ینگه گلی؟ خاموش میستی پسرم. چاره دیگر نداریم. همین که گفتی حامد رو میکشد و اویلمون پراکنده میشود. گذر دخترم. یک دمیست. دمیر یک دمیست. حالا هم کی بودن برات را به خاطرت نآورده ای پسرم؟ نه امک حامد. یک دمی جوشین. خوب فکر کن شاید به خاطرت بیاری ها؟ بس کنید حامد او را مجبور نکنید. آخر او حالا هم صحت نشده است. اکای دمیر بهترش رفته کمی استراحت کنید. تو به بالا برو پسرم. من خوراکت را میفرستم. داروهایت را هم میفرستم. یا خدایا خیلش را باری اول میبینم. نه خود آدم چیزی میدانستش را فراموش کند و این چقدر میشود؟ آقای رافع گریختند. قوتم نرسید پسرم. از پسش دویدم اما او رو نیافتم. شد مادر جان بسیار غم نخورید. چه خیلی غم نخورم پسرم. رفته همش رو به حامد نقل میکنم. از اینجا گریزید پسرم. شما مرا همینجا منتظر شوید. به کجا میروی؟ به نزد آقای حامد. ایستا پسرم. پسرم به اونجا نرم. اگر رافع فهمیده باشد آمده با حامد میگوید دیگر اینجا نیستید. گریخته روید دخترم. دادر دلو بیمار است. همین که صحت شد میرویم. وایلش. اکا چرا شما از جویتان خستید؟ آخر شما بیمارید. برای چی خستید؟ با من بیا. با تو یک گپی مهم دارم حامد. میلش اکا میلش. بیاید به درون گذاریم. زنگ‌های دلگیر کننده را با سرودهای نو عوض نمایید. تو رو باور بکن دوست داشتم و دارم توی عمر دوبارم این زندگی هم تلخ است ای بی تو ای میدانم در ترانه از سوز عشق تو من داریم با قرآنی مجیدم تو از را میرسی وفا کردم وفا و یاری بی وفا ما تو جدا رفتیم از توی وفا رفتیم ما تو جدا رفتیم از توی وفا رفتیم گفتی میخوام تو رو بیا آغوشم گفته بودی که با تو هستم و با تو من میمونم گریانم کلام
بیهودم میخوری منو این دبوره چی سودگاه عاشقی نکن که عاشقی دادی سوزن آدم که شو خورد تو کشای سرش میگیرن میگنی بر پای کلی آره من از عاشقی بزارم که در دوستم دارم پس از چندین صبوری بیا تو مای خانم بس کن دیگر بانو اخذ بول بتاچکشتن پامیو شدم بتاچکم فراشو بودی دورا بودی این دلی زارا مهینه جان گلکو برده ای بناز من هنوزم میروبانم جا کی بودم دایم بیانم یه صورت برای زگرم پس بود نه آی باز نه آی باز چیله اگه جو بوده باشم رسوlte سلام علیکم رسولانه نازی گل پری گیایی بری واقعی بران من نگرانم آید عذابی بر سرم ای گلی ریحان بیا صدقه چشمانته برشگه من تو رو نگفتم که تو سال و آفتاب رو بسته چکم بربشت کن شرف قربان روزهای نزدیک با بهترین هنرمندان تاجیکستان شرف البوم خود را هدیه میکند. کنسرت ها و کلیپ های بهترین برای شما. سرود های شرف قربان و لرزه کاخ جامی را احساس کنید. سلام، من شرف قربان البوم خود را هدیه میکنم برای شما. و این چنین در مهمانی شرف سمد غنی، اکمل جمایل، حبیب حکیم، سیودی نورزاد، زلیخا از نقطه های دیسک فروشی دسترس نمایید. رقم ها برای تماس 917 09 45 45 و 93 846 89 89. طیرهای تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.